خب سلام بازم. امروز بعد یه رانندگی یه ساعت و 2 ساعته و یه راهپیمایی 45 دقیقه‌ای دارم یواش یواش نزدیک میشم به یکی از معروفترین آبشارهای کردستان به نام آبشار دشه. دیگه تا برم به اینجا رو شما با ماشین نمیتونید بیاید و یه مسیرهایی هست که شاید ماشینای سنگین خیلی چیز، چون مسیر کاملا گلولای و داغونه. ولی خب من یه فروتر از این حرفا بودم. زمین شما ببینید گل خالیه، ولی یه عزم جزم و یه بابک پررو. طبیعت اون پایین شما ببینید، رودخونه جاری و کوهستان. یه 45 دقیقه است که دارم راه میرم. یه مسیری که اکثرا بومیای اینجا میان پس پیاده روی کوهنوردی و منم دیگه گفتم ساعت 3-4 صبح را بیفتم. 4 صبح اومدم که هنوز آفتابم در نیومده، ولی گفتم بیام زود که اینجا رو ببینم. سگ زیاد داره، مراقب خودتون باشید. خب رسیدم به آبشار دشه بعد کوهنوردی و چیز بسیار. حتی الان آبش اونجوری که مثل این که باید و شاید نیست، ولی خب بدم نیست. آبشار دشه در کردستان، پاوه، اتفاقات خرمان. زیبایی طبیعت که حرف نداره، صدای طبیعت حرف نداره و جای همگی خالی.